حضرت میگوید وقتی داماد خانه شما قدم زد، ای مردم ابله، ای پولداری و نپرسید. ای کسانی که شما عقلتان خوردین، رسول اکرم چی میگوید؟ برای ما و شما چی یک مدرس بهترین داریم، چی معلم خوب داریم که از همه وضعیت ما و شما را بیرون میکند. افسوس معلم نشناختیم، معلم درس نمیگیریم. اون حضرت میگوید تنکح المرأة لاربعین، شما زنها را برای 4 چیز ای امتی من نکاح میکنین. 4 چیز جوانا 4 چیز اهمیت میدهند، زنها را نکاح میکنن. لمالها و لحسبها و لجمالها و لدینها. رسول الله گفتن یکم جوانهای بی عقل هستند که مالدار را سر میکنند. کجا یک مالدار است برای آنی که از مال او استفاده کنن، برای مالدار بدنش رفته او را نکاح کرده میگیرند. رسول اکرم در